کم بودی داشتی؟ تو چی کاره داشتی که خدا از تو ایمان جدا کرد؟ بدبخت تو آخه قرآن خوان بودی، تو نماز خوان بودی، تو چی کار میکردی در جای خلوت؟ تانی میگه گویا یک جوان در حالت مستی که شراب نوشیده بیاد در خانهشان با خواهر خود علاقه جنسی میکند و خواهرش اما وقتی که سیوم بار من تلقین شهادت کردم بگن او جوان با یک نفرت به سوی من دست افشان که من این کلمه رو نمیگویم. نعوذ بالله. هر سال یک بار یک پیاله عرق می نوشیدم، عادت من بود. خوب من بودم میلش بیار بگن بعد از نیم ساعت آمد دو دختر آورد یک تش خواری خودم بگن یک خانه رفتیم تای صحبت کردیم معیشت کردیم نوشیدیم زهر خورد. او کسانی که زنا میکنن خیالشان خام که خاندانی و یا امی میمونن. در حق برادرت خیانت کردی، همون زنی که تو به او میرسی یا مادری کدام جوان است یا خواهری کدام جوان مرد است یا زنی کدام جوان. حضرت فضیل عیاض میگوید من یک شاگرد داشتم خیلی جوان خوب بود، طالب علم بود. بگد همون جوان چند روز بیمار شد، برای خبر گرفتن او نزدیک او رفتم میگوید خانهش رفتم. وقتی که رفتم بالای بسترش خواب دیدم که حالتی وزنین دارد، نفس کشی های باشمار است، این سکرات میگویند. نزدش نشستم، از پیشانیش میگد خپیدم. آداب خبر گرفتن این است که باید شخصی بیمار از پیشانیش داشته شود و چه حال داری گوی پرسد. شخصی بیمار خبرگیر رسول اکرم تعلیم دادیند. میگد دیدم که سکرات شد ایستاده، سکن نفس کشیش وزنین شد ایستاده است. بالاش میگه تلقین شهادت کردم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این کلمه است که در لحظه آخر برای هر یک مسلمان خواه مرد و خواه زن باید گفته شود. و یلقن الشهاده فقها میگویند. یک بار گفتم، دو بار گفتم، اگر دید زبانش نگشت. سوم بار باز تکرار کردم میگه به امید آنکه در که اهل علم بود، به امید آنکه شاید آخرین سخنی که از این دنیا گوید همین کلمه شهادت باشد. اما وقتی که سیوم بار من تلقین شهادت کردم بگن او جوان با یک نفرت به سوی من دست افشان که من این کلمه رو نمیگویم. نعوذ بالله. حضرت فضیل عیاض میگه خیلی زیغ شدم که خدایا این آخر بندی تو بود، این اهل قرآن بود، این چی کار کردی که از ایمان جداش کردی؟ در او وقت بیزاری از کلمه نشانی از ایمان جدا شدن است. اگرچه فقها این جنازش میخوانن و حالت اعتبار به نمیگیرن لیکن ظاهرش همین است. بگن حتی فضیل عیاض جنازش هم نرفتم، همین جوان جنازش هم نرفتم. میگه در که شاگردم بود این حالت از وی دیدم کدام سیری در اینجا هست گویان جنازش نخوندم. میگه چند شب پس میگه در خوابم همین جوان در آمد. خواب اولیاها مانند بیداری است. دیدم که در دست و پاش زنجیرهای آتشین زدگی سوخته ایستاده است. گفتم ای فلان یا مسکین بما نزع الله منک المعرفه، تو چی کم بودی داشتی؟ تو چی کار داشتی که خدا از تو ایمان جدا کرد؟ بدبخت تو آخه قرآن خوان بودی، تو نماز خوان بودی، تو چی کار میکردی در جای خلوت؟ تانی میگه گویا استاد بی علت من یک بیماری درونی داشتم، نزد طبیب رفتم، برای دوایی به من سفارش داد که هر سال یک پیاله می نوشید.
اگر همین کار هر سال یک بار کنی در فصل بهار همین بیماری تو آهسته آهسته بهت میشود و الا تو دوا نداری. مانده که امروز بیمارای ما بیچاره به همه کار راضی هستند به خاطر این شفای او. او هم میگوید من خلوت هر سال یک بار یک پیاله عرق می نوشیدم، عادت من بود، اما او قدر عمری ندیدم. وقتی که مرگ به من نزدیک شد از جانب پروردگار سفارش شد که از این بنده ایمان شگیره که این حرام منه با وجود دانستن در دنیا استفاده می‌کنه. شمس الدین ذهبی میگوید ببین بنده خدا او بیچاره از روی ضرورت از روی مجبوری عرق می نوشید به امید شفا، خدا وی از ایمان جدا کرد که در یک سال یک بار. چی از حال او بندگانی که هر روز می نوشند یا هر محفلی تویده می نوشند حالی باید چی میشن؟ نبر جوانای خوب خدا تا از این زهر قتال که فاسد کننده اخلاق است، فاسد کننده آیله است نگاه دارید. هفته گذشته در این قشلاق مخکلان یک توی بود. بعد از انجام صحبت یک موسفید از پشت من آمد و یک حادثه را برای من نقل کرد. جوانای عزیز، پدرای مهربان، گوش اندازید که هر مسلمان طاقت شنیدن این لحظه را ندارد. دولای عزیز گو در قشلاق ما یک جوان در حالت مستی که شراب نوشیده بیاد در خانهشان با خواهر خود علاقه جنسی میکند و خواهرش از او حامل دار شده است. وقتی که خواهرش پدر و مادر سفارش میدهند مجبور میکنند که این کار با تو کرد، میگوید اکام کرد. جوانای عزیز، اکا در حالت مستی با خواهر خود. خوب وقتی که این حادثه رو ما از اکران تلویزیون تماشا کنیم، این حادثه رو ما از اروپایی ها شنویم، جای تعجب نیست، در که در اونجا حرام و حلال نیست. اما وقتی که فرزند مسلمان این کار میکند، برای هر یک مومن این تشویش آور است. وقتی که بچه رو میبیارن پدر و مادرش میپرسند که چون این کار کردی، او از خجالت شب خسته خوش آویزان میکند، خوش میکشد. این سخنی که همون بابای صوفی به من نقل کرد. بنابر خواهش کرد در من که شما حضرت که بسیارتر جوانان شما دو مخلص هستند درباره عرق بسیارتر صحبت کنیم. خوب در این باره من صحبت بسیاری دارم، قریب در هر محفل صحبت میکنم و نوارها هم هست، فیته ها هم هست. بنابر جوانای عزیز، خواهش من از شما این است که مبادا همین شرمندگی و همین خجالت روز بالای شما بیاد. پدرای عزیز، مبادا این خجالت و شرمندگی روز بالای خاندان شما بیاد. بنابر فرزندان را تأکید کنید، فرزندان را همراه خود مسجد برید که درباره عرق و زیان او از پیشواهای خود چیز فهمند. انسان همچنانه که احتیاج به غذا دارد، من این غذا میگم، گرسنه باشیم به طاقت بشیم تا اینکه یک چی خوریم و معده ما آرام شود، نفس ما آرام شود، خود ما نه آرام حس میکنیم. اما اگر گرسنه باشیم، معده ما گرسنه باشد، ناراحت میشویم، به طاقت میشویم. آخر این گرسنگی ادامه یافتن گیرد، خالی بودن این معده از غذا ادامه یافتن گیرد، کسلی های روده پیدا می شود، کسلی معده پیدا می شود. آخر انسان گرسنه مبتلا می شود به مرگ، به هلاکت. و این چنین روح ما و شما هم عزیزان من احتیاجی به غذا دارد.
جوانای خود، شما خیال نکنید که انسان فقط برای خوردن و خواب رفتن به دنیا آمده است، برای کار کردن آمده است. نه، برای این آمده است. انسان پروردگار از دو چیز مرکب کرد، یکی از جسم، از جسد، یکی از روح. هر کدامشان برای خود غذا دارد، مانند که جسد غذا دارد، خوردن و آشامیدن و خواب رفتن و استراحت کردن، روح هم غذا دارد. روح غذاش این شنیدنی چی است؟ کلام خدا هست. روح غذاش این شنیدنی سخنهای پیغمبر است. روح غذاش این شنیدنی سخنهای حکمت آمیزی حکماهاست. بنابر وقتی که انسان از غذای معنوی روحش خالی ماند، آن روح هلاک شدگی است. یعنی انسانی که خدا ناشناس شد، انسانی که حرام و حلال و فرق نمیکردگی شد، وای هلاک شدگی انسان است. مانند که من اون جوان دیدم با دست خودکشی کرد از سبب نرسیدن غذای معنوی. با جوان خوب باور کنید، اگر با یک محفل می نشست، بار درباری عرق و زیان آن و در پیشگاه خدا عرق نوش چی حکم دارد از نظر اسلام میشنید، و شاید این کار نمیکرد. اگر این کار نمیکرد و خودکشی نمیکرد. بنابر دور شدنی از غذای معنوی سبب هلاک شدنی انسان است، آخر سبب هلاکت جامعه است. بنابر عزیزان من گوش اندازه به قدری گنجایش وقت صحبت میکنم با شما که بعد از آن خدا خواه یک جایه دعا میکنیم. باور کنید از زبان یک آدم خوب شنیدم، یک جوان از قشلاق راحتی، یک جوان فاسق خودش حکایه کرده است. بگد همراه رفیقم در شهر استراحت میکردیم و گفت که بیا یک جا معیشت کنی میرویم. بگد یک خانه رفتیم، صحبت کردیم، معیشت کردیم، نوشیدیم، زهر خورد دیلایی. دانی میگه جورش گفت که من رفته دو دختر بیارم شب استراحت کنیم. باور کنید این دروغ نیست. این خوب من گفتم مایلش بیار. بگد بعد از نیم ساعت آمد، دو دختر آورد، یک تاش خوار خودم، خواهر خودم بگو یک تاش. آن نام پدرش هم گویم، یک مسلمان ایزادانه خوب نیست کن. بگم من خودم دیگر ندانستم چی کار کنم. جورم هم گفتم که من یک بیرون میبرم گشتی میبیام. همین بیرون برام دیگه برامده برفتم و دیگه ندارامدم. این است عزیزان من. این رسول اکرم در یک حدیث صحیح میفرمایند من زنا زنی بهی، کسی زنا میکند حتما به خاندان وی زنا میکنند. او کسانی که زنا میکنند خیالشان خام که خاندان وی ایمین میمونند. در حق برادرت خیانت کردی، همون زنی که تو به او میرسی یا مادری کدام جوان است، یا خواهری کدام جوان مرد است، یا زنی کدام جوان مرد است مانند خودت باری. در وقتی شهوت چشم کور میکند این فکر نمیکنی؟ خوب دام که روز همسری تو رو کسی همین کار میکند. من یزنی یزن بهی ولو بجداری. حضرت شافعی میگن کسی زنا میکند حتما روز در خاندانی و کسی رو زنا میکنند، خواه خواهر شد، خواه مادر شد، خواه همسر شد، خواه دختر شد، میکنن این کارا. بنابر جوانای عزیز هیچ ضرورت ندارد که همون 5 سمه که شما در همون زنی فاحشه میده، یا همون یک عطره که یا گله که برای همون فاحشه بخره، همون برای همسری خودتان خره، برای عروسی خودتان خره، چی زندگیتان شیرین تر میشود؟ بالایی که عذابی که فقط در پیشگاه خدا دارید. 1 ساعت خرسندی دارد زنا، اما 1 عمر و حسرت دارد. پروردگار جوانای ما را از این راههای بد، از این راههای ضلالت و گمراهی نگه دارد. در باب زنا من یک نوار دارم، یک فیته کسیته دارم، کدامت میخواهی بسیارتر در این باب تصورات حاصل کنه همون کسیته رو گوش کنید. جوانای خوب گوش اندازه فردا فقط پشیمان میشه. شاعر میگوید که پشیمانی ندارد سود بعد از خاک گردیدن. درباره عرق که به صحبت بکنم،
اینا که همون واقعی که برای من اون مصفید گفت واقعی خیلی تأسف آور است که امروز در بین تاجیکای ما، در بین مسلمانای ما این کارها میشده است. من در کتابهای بدهی خواندم، من در فیلم ها دیدگی هستم که در اروپا با خواهرش و با کشتامونش میرسد، با مادرش میرسد، اما در مسلمان ها اکنون این شدید ایستاده. اگر این رفتار ادامه یابد، حالا ما 9-10 سال که دموکراسی را قبول کردیم، اگر همین رفتار ادامه یابد بعد از 10 سال دیگر فرق نمیکند این خواهر است یا زنی برادر است، دیگر فرق نمیکند. شخصی عرق نوش اخلاق خوب ندارد، بین در حالت مستی پدرش حقارت میکند، برادرش حقارت میکند، زنش میزند، زنش آزار میدهد، کودکاش آزار میدهد. بنابراین این کار نکنید. خصوصا جوانایی که فرزنددار میشوید، فرزندای شما 3 ساله و 4 ساله میشود، پدر و مادری که خودش بد اخلاق باشد، پدری که خودش میزده باشد، وای فرزند نمیتواند به جامعه که فرزند صالح باشد. جناب حضرت مولوی میگن گر شوی سرخوش تو اینجا از شراب، میچشی در دوزخ انواع عذاب. کسی که در این دنیا یک لحظه هم باشه خوش با نوشیدن عرق خرسند میکند، و فردا در پیشگاه خدا عذاب جانگداز رو میکشد. عزیزان من، دنیا این تو نیست. همین ما و شما روز پیشگاه خدا میریم، ببینه هر روز تابوت رو به قبرستان میبریم، چی جوان و چی پیر، روز با ما هم میریم. اما این رفتن در قبرستان پوسیده نابود شدن نیست. این رفتن از این دنیا به سرای آخرت است. روزی که این عالم به پایان رسید، پروردگار تمام انسان‌هایی که در زیر خاک است اونها را از نو برای حساب کتاب زنده می‌گرداند. آن دنیا را دنیای آخرت میگویند که او 2 جا دارد، یا جنت است یا دوزخ است. بندگانی که در این دنیا ایمانی به خدا داشتند، 5 وقت نمازشان خواندند، پدر و مادرشان احترام کردند، اونها را قرارگاهشان جنت است. اما کسانی که عمر خود در بد اخلاقی، در آزار پدر و مادر، در عرق نوشی و زناگاری گذراندند، اونها را جاشان زندانی پر عذاب دوزخ است. مانند که حکومتدارای امروزان، کسانی که با حکومت مهلت حلال کنند مکافاتشان میدهند، و کسانی که جنایت کنند زندانشان میکنند، پروردگار هم بنده هاش این تو فردا اطاعتکاراشان جنت میبرند مکافات میدهند، جنایتکاراشان زندان دوزخ عذاب میکنند. بنابراین باید این اندیشه کرد. حضرت حسن بصری میگن عجیب تو لاقوام امروا بالزاد و نودوا بالرحیل و هم یلعبون. من تعجب میکنم از آدم هایی که اونها را خدا امر کرده است که برای سفری در پیش ایستادن توشه تیار کن که فردا پس فردا میروی، اما اینها این امر خدا را فراموش کرده، عمرشان به بازی و به مستی گذرانده ایستاده. جوانای خوب، در اینجا جوانان بیشتر هستیم. میخواهم در باب احترام پدر و مادرم 5 دقیقه صحبت کنم، بعد از آن دعا میکنیم. جوانای عزیز، بنابر گوش اندازه عرق از نظر اسلام چه حکم دارد؟ عرق گفته چی میگن؟ عرق هر چیزی که مست کننده است او را عرق میگویند. چیزی که بعد از نوشیدن مست کند، عقل ما را از بین برد، چی گفتن ما ندانیم، چی کار کردن ما ندانیم، این عرق میگویند. برابر است که نوشابه باشد، نوشاکی مثل من سپیرتو یا کنیک یا شامپانزه یا دیگر، یا اینکه از خاکه ها باشد، مثل که امروز برآمده است گراین و نشه و با نوهای دیگرش که امروز دشمنان اسلام برآوردن برای انسانیت حیوان کردن، همش حرام است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از بالای منبر رسول اکرم و تمام امت اسلام اعلان داشتن که الخمر ما خامر العقل. خمر این عرق،
هر چیزی است که عقل شما را از بین برد، این عقل نمیاد. بنابراین امروز جوانای خوب برای نوشیدن عرق حاجت ضرورت نیست، زیرا که انواع نوشابه ها برآمده است، نوشابه های حلال، از شربت ها سر کرده با آبهای مینرالی هزارها نوعش برآمده است. بنابر حاجتی به نوشیدن آن زهر قتال نیست، حاجتی به نوشیدن او مادی مدهوش کننده نیست، زیرا که این عرق، این نشه و گرایی، تمام جنایت هایی که در عالم امروز سر میزند سرچشمه‌اش از همین دوست. باور کنید برای چه جوانهای ما بیرحمانه برادراشان میکشند؟ چون جوانهای یاشی ما خانه های مردم زیر کرده میدرایند، میکشند صاحبای خانه را. هر روز در تلویزیون اخباری که این ویدیو نگاه میکنیم، برای خاطر که مستند، برای خاطر در حالت مستی بیهوشی این کار اونها میکنند. از این سبب رسول اکرم الخمر ام الخبائث، عرق مادر تمام پلیدی هاست و جماع الاسم، سرچشمه همه گناهات گفتند. من همون جوانی گفتم خودکشی کرد، خواهرش قتی رسید، هوای در حالت مستی بود. اگر باید هوشیار می بود نخواد که آدم دست خواهرش قپد، اگر باید هوشیار می بود نخواد که بالای خواهرش براد خواب رود. این است ایمان از بدن عرق جدا میکند. از این سبب رسول اکرم لا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن، عرق نمی نوشد کسی که عرق می نوشد و ایمان ندارد. گفتند شخصی با ایمان، شخصی که میگوید من مسلمانم، باید عرق ننوشد. عزیزان من، اور مسلمانی فقط یک نام نیست، مسلمان باید تابع فرمان خدا باشد، مسلمان باید فرمانبردار امر پیغمبرش باشد. اینه مسلمان میگویند. قرآن صراحتا ما و شما را خطاب میکند که فاجتنبوه لعلکم تفلحون، از عرق نوشی باز ایسته. اگر مبادا تا امروز میخرده باشه، بعد از شنیدن امر خدا باز ایسته، توبه کنه، خدا توبه را قبول میکند، توبه کنه، البته شما رستگاری مییابید. لیکن بعد از شنیدن حکم خدا هم از نوشیدن عرق باز نیستیم، از کشیدن گراین و نشه باز نیستیم. این صورت ایمان از بدن عرق نوش گراین کش جدا می شود. اگر این ضرر نمی داشت، امروز جامعه بشری بر ضد عرق و بر ضد گراین مبارزه اعلان نمی کرد. همان خدایی که انسان آفرید به طبیعت انسان چی مناسب است، در جسد انسان چی فایده‌ناک است، او را بر او رخصت داد و چی زهرآلود است و زیانکار است، او را منع کرده است. آخر عرق عقل از بین میبرد. در حالتی مستی است که بسیار جوانها از آینه هاشان جداشون ایستادی‌اند. در حالتی مستی است که بسیار بچه ها از پدر و مادرشان صغیره موند ایستادی‌اند. هر روز خطا نکنم، اگر قریب هر روز سوال پیش من میرود جوان در حالت مستی زنش طلاق کرده است. ببینید چی ضرورت دارد؟ آخر همون پولی که عرق می نوشیم، همون پول در اگر خانه مانده شکر خریم بیاریم یا قند خریم بیاریم یا یک دو سه شکلات خریم بیاریم برای همسرمان و کودکامان، این خوبتر نیست؟ عرق نوشندش از ایمان جدا میکند. از نظر اسلام، از نظر فتوای علماء اسلام، در حالت مستی مردگی آدم جنازش درست نیست. رکبه رسول اکرم ایمان نداره گفتن خوب بعد از مست شدن توبه کند، او کارش دیگر است. لیکن در همه حالت مستی اگر مرده باشد او ایمان جنازش درست نیست.